و وقتی خداوند چیزی رو ممنوع میکنه و حرام میکنه و اون رو معصیت میداند و حرام میداند، یعنی ضرر، یعنی نجاست، یعنی فساد. هر حرامی میتواند یکی از این سه علت داشته باشد و بعضی محرمات که خدا ممنوع کرده هر سه علت درش هست، یعنی هم نجسه، هم فساده و هم ضرره. و وقتی میگیم ضرر، چیزی که به 5 چیز انسان ضرر برساند، در همه ادیان آسمانی ممنوع هست. پس خیری در حرام نیست. در حرام و چیزی که خدا تجویز نکرده، گفتم نجاست هست، فساد هست و ضرر هست. همه ادیان آسمانی آمده که 5 اصل رو برای انسانها حفظ بکنه. یکی دین، یکی آبرو و شرف، یکی عقل، یکی مال، و یکی نفس. هر چیزی که به این 5 چیز انسان ضرر برساند در تمامی ادیان آسمانی ممنوع است. اصطلاح شرعیش حرام. پس هیچ خیری در حرام وجود ندارد. و هر چیزی که نعمت تلقی شده، اون خواصی که گفتم، همه خواصی که نیاز یک انسان هست و نیاز یک جامعه هست، در حلال خدا نهفته شده. پس اگر خیری در حرام نیست، چرا حرام در زندگی ما حرف اول بزند؟